قیافم شبیه سیب زمینیه. اصلا میدونید امروز چی شد؟ نه مثلا 6 بیدار شدم بعد یهو دیدم هستی ساعت 7:20 اینو زنگ زد. حدیث من مریضم. معلمم برگشت گفت به اون دوستم بگو نیومد. خب با همون آرایش که خوابیدم 10 دقیقه پیش که ساعت 9 نمیدونم چند بود دوستم زنگ زد حدیث بیایید اداره کارا رو بچسبونیم. دهن همتونو. این دوتا رو احتمالاً دیدید دیگه. این گلاش خیلی مسخره در اومده. مثلا تو کشیدن گل خوب نیستم. اینا خیلی قشنگه. حالا امیدوارم که تو اداره قاب باشه. قاب بخوای بیرون بزنی 600 تومن کم کم برمی‌داره. حالا بریم کار بچه‌ها رو بتونیم. اینا که اصلا چیزی نیست. اینا اینجوریه. مهرایی نه مهرمنه پایین‌تر از دارایی. یه دونه برق نیست این مملکت که من کارتمو بکشم. بچه رسیدن بعد هیچ کس نبود. لامپ نیست اونجا تاریکه. چرا من زود رسیدم؟ هیچ کس نیست اینجا. که نمایشگاهه ببینید همین کارا رو نچسبوندم. این برای بچه‌های دیگه است. نمیدونم کیه. این خیلی باحاله. دست توهین ندارم ولی کاراشون اصلا خوب نیست. حالا بریم کار بچه‌ها رو بتونیم. اینا که اصلا چیزی نیست. اینا اینجوریه. میدونی چیه؟ خواستم ببینم که مثلا من اینو کشیدم بذار دستم شه. ولی میدونی تو پوشم نمیذارم این پاسپورت شده است. این یکی هم شده یکم زشته گذاشتم مسیر. اصلا گلاشو یه لحظه ببین. چی جاش؟ خلاصه بریم که بریم. به نظرم قشنگترین طرح اینجا اینه. خیلی قشنگه. بعدش اینه چون کار خودمه. هری سر چایی. عشق و حال هزینه داره. 12 تومانی بود. این چنده؟ نمیدونم. 15 تومن هم این میشه. خب دیگه بالاخره حدیثه هزینه کردم. مساوی شد. 40,000 تومن سری من برات خرج کردم. مساوی شدیم الان هزینه کردم. الان چه حسی داری این شیرکاکا عجیبو میخوری؟ خوشحالی الان حس خوشبختی داری؟ حس میکنی یه اهرام مصریه که آنتن در آورده؟ اینقدر نازکه نمیاد. الان کاکای وجودت زیاد شد. خدای شکرت بابت هستی. مثلا خاک تو سرت بی احساس بی شخصیت. واقعا گلد نیستم از آشنای باهات. در حال تو که کژوال اکوینسس منی بیا پایین. پاریس شهر پاریس اونجا کار کرده سر کار من هستش علی زمانی تکنیک مگازانی اولین کار من هم هستش یعنی من قبلش تجربه از بابت نداشتم. به همه اینا بگوزیم سنگ نباشید. اصلا خیلی عالی بود. خیلی عالی. یه تشکر میخوام بکنم از آقای سوس. که اینو برای من فرستادن. مثلا یه چیزی بگم گفتم زشته. چند روز از روز افتتاحیه گذشت. بچه صورتم بلوری شده. خب بچه ها من کلا 2 تا کار داشتم اونجا. وقتی بازرس میاد من کار رو توضیح بدم. همونطور که مشاهده میکنید این یه پرنده است. رنگ روغنه فلان چیزه. آره
این یه آدم تلفیقی از آدم و دشت و کوه و دریا. بعد آقا این کدتو یه ذره بده جلو. شالم میافتاد. مرز اینجوری بود. خب چیکار کنم میافته دیگه. خیلی خوب بود، خیلی تجربه قشنگی بود. نمیدونم چرا هنوز لوح تقدیر ندادم بهمون. باید بدم. مالی گرفتم بچه‌ها. یکی رو اینجا آویزون کردم، اون دستگلم هم اونجا آویزون کردم. همینجا که خشک بشم. یه تشکر بکنم از آقای واقعا خیلی ازش ممنونم. صدام گرفته، گلوم گرفته، دلم گرفته. خدا